رشد با تدریجی ساحه‌ها، وسعت سازندگی و آبادانی‌ها، تأسیس جای‌های نوی کاری، افزایش حجم محصولات استحصالی، تامین پیشرفت و بالوروی سطح نیکوکاری را ساکنان ناحیه میر سعید علی حمدانی ثمره پایداری استقلالیت دولتی و تامین وحدت و آرامی کامل کشور می‌دانند و از چنین دستاوردهای بی‌نظیر اظهار خوشنودی و قناعتمندی دارند. روندی با صفت کارهای ساختمانی در بنیاد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی در دهه باغ جماعت دهاتی زرکوه ناحیه دلالت از مرحله‌های رشد ساحه علم و معارف می‌کند. تا کنون نبودن مؤسسه تعلیمی در دهه برای ساکنان مشکلی اساسی محسوب می‌یافت، زیرا مؤسسین به مسافت تا 3 کیلومتر دورتر در مؤسسه‌های تعلیمی دهه‌های اطراف تحصیل می‌کردند. اکنون بنیاد این مؤسسه زمانوی برای ساکنان دستاورد و تحفه ارزشمندی خواهد بود. طبق لایحه انشاءات مذکور دارای 4 آشیانه بوده برای 490 نفر خواننده در یک بست پیش بینی شده است. مبلغ گذار انشاءات دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومت دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بوده با نظرداشت فراهمسازی تمام اینفراستراکچور ضروری کارهای ساختمانی با جلب متخصصان و کارگران محلی جریان دارند. ساحه تندرستی نیز در ناحیه رو به رشد است. با وسعت سازندگی ها در ناحیه دوره به دوره شرایط معاصر کار و خدمت رسانی ها فراهم گردیده ایستاده است. در مؤسسه های کمک اولیه طبی و سانیتری ناحیه در نتیجه تطبیق هدف ها و عملی سازی اقدام های بنیادکارانه مرحله به مرحله امکانیت های معاصر خدمت رسانی مهیا گردیده بهره تامین خدمت رسانی های صفتناک طبی به اهالی در دوردستترین دهه ها نیز بنیاد بنگاه و مرکزهای نوی سلامتی ادامه دارند. با سهم و تشبث مسئولان در مؤسسه پیوسته تدبیرهای سبز و خرمگردانی عملی کرده می شود. در نتیجه شنانیدن نهالان سایه‌افکن و آرایشی، گل و بوته‌های نادر و بنیاد فواره‌ها و اجرای دیگر آبادکاری‌ها عین حال حسن ظاهری مؤسسه طبی زینت خاصی را دارا بوده برای فراغت بیماران امکانیت خوب فراهم آورده شده است. مرکز سلامتی ناحیه میر سعید علی حمدانی از یک مرکز سلامتی 20 مرکز سلامتی دهاتی و 23 بنگاه طبی عبارت می باشد که در آنها 731 نفر کارمند کار و فعالیت می کنند که 90 نفر آنها دکتران طبی اولوی می باشند. همه مرکزها از تعمیر برآورده شده. این چنین در دهه فضل نوی و انجیرکان ساختمان بنگاه های طبی تا 35 سالگی استقلالیت به انجام می رسد و ما در آینده نقشه داریم که در دهه‌های 14 50 ساختمان بنگاه های طبی را آغاز کرده و با صفت بلند به انجام رسانیم. در ناحیه از مجموعه 380 انشاءات بنیاد شونده به استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی 47 انشاءات در ساحه صنعت می باشد که تاکنون 26 تای آن مورد استفاده قرار داده شده است. در سمت بنیاد راههای اتومبیلگرد محلی نیز در ناحیه تدبیرهای معین و مقصدناک عملی گردیده ایستاده است. حالا روند کارهای راهسازی در حدود جماعت‌های دهاتی به نام سیدقل توردیف و پنجاب جریان داشته مسیر این را به مسافت 13 کیلومتر تا جماعت شهرک ناحیه ادامه می‌یابد. با جانبداری از سیاست سازنده حکومت مملکت در برابر تشبثکاری‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی، صاحبکاران و ساکنان وطندوست ناحیه میر سعید علی حمدانی در سمت آبادانی و بنیادکاری‌ها و رشد سطح محل سهم ارزشمند دارند. با شرافت استقلالیت جمهوری تاجیکستان خیلی راه‌ها از نوسازی شدن. ما رانندگان به یگان تشویش میتونیم به هر کجای باشه سفر کنیم. نوابسته به فصل سال خیلی پیشرویان با ما امید داریم که از این دفعه پیشروی می شود برای ما رانندگان یگان مشکلی ایجاد نمیشه. در برابر جلب تکنیک‌های پراقتدار ساحوی اینچنین با حشر دسته جمعانه ساکنان کارهای علاوگی با قوه دستی اجرا شده به صفت و سرعت کارهای راهسازی تأثیر بیشتر رسانیده می شود. وابسته به تجدید و بنیاد راههای اتومبیلگرد در ناحیه میر سعید علی حمدانی دوره به دوره اقدام‌های سازنده و تدبیرهای مؤثر عملی گردیده این عامل بر رشد دیگر ساحه‌ها در ناحیه زمینه مساعد را فراهم ساخته است.